7 عادت صبحگاهی افراد موفق. 1. زود بیدار میشن. بیشتر افراد موفق قبل از طلوع خورشید بیدار میشن تا روی خودشون تمرکز کنن. 2. مدیتیشن یا تنفس عمیق انجام میدن برای داشتن ذهنی آروم و متمرکز. مدتی کوتاه رو به سکوت یا تمرکز اختصاص میدن. 3. ورزش میکنن، حتی 15 دقیقه ورزش. سبک جریان خون را افزایش میدهد و انرژی روز را بالا میبرد. 4. اهداف روزانه‌شان را مینویسند. با نوشتن 3 تا 5 هدف برای روز، ذهنشون را متمرکز و هدفمند نگه می‌دارن. 5. مطالعه یا یادگیری انجام میدن. روزشون رو با تغذیه ذهن شروع میکنن، مثل خواندن چند صفحه کتاب یا گوش دادن به پادکست. 6. شکل گذاری میکنن برای چیزهایی که دارن قدردان هستن تا ذهنشون در حالت مثبت بمونه. 7. از موبایل دوری میکنن، بلافاصله سراغ شبکه‌های اجتماعی نمیرن تا ذهنشون توسط دنیای بیرون کنترل نشه.